5 جمله برای تقویت مسئولیت پذیری نوجوان. جمله اول: اشتباهاتت بهترین معلم ها هستن. از این یکی چی یاد گرفتی؟ این جمله باعث میشه شکست تبدیل بشه به فرصت یادگیری. جمله دوم: اگر قولتو فراموش کردی چطور میخوای جبرانش کنی؟ تأکید بر جبران به جای تنبیه. جمله سوم: فکر میکنی چطور هم میتونی فیلمت رو ببینی و هم برای امتحانت آماده بشی؟ تمرین حل مسئله. جمله چهارم: اگه کمک خواستی من اینجام، اما اول خودت تلاش کن. حمایت و واگذاری مسئولیت به نوجوان. و جمله آخر: مسئولیت پذیری یعنی وقتی هیچ کس نگاهت نمیکنه باز هم انتخاب درست داشته باشی. و این جمله آخر باعث پرورش وجدان اخلاقی توی نوجوان میشه.